بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. با تو هر لحظه من بوی خدا میگیرد حسین جان، با تو هر لحظه من بوی خدا میگیرد. عطر اخلاص و مناجات و دعا میگیرد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. سلام علیکم خانم ها، آقایان محترم، هم نفسای نازنین یاد خدا. خیلی خیلی خوشحالم که شما رو زیارت میکنم مجدد. خوش آمدید به این نوبت از یاد خدا که همچنان هم یاد خدا درش جریان داره، هم یاد ولی خدا، دردانه خدا، حضرت ابا عبدالله. امیدوارم فرصت همراهی تا پایان برنامه ما رو داشته باشید و اینجا به شما خوش بگذره، برنامه‌مون به چشمتون بیاد و براتون مفید فایده باش. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن، بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم، وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. الحمدلله رب العالمین که بازم توفیق رفیق حقیر و شما شد و میتونیم بشینیم پای صحبت های حجت الاسلام و المسلمین. سعیدی آریا آقا، سلام علیکم، خیلی خوش آمد. سلام علیکم و رحمت الله. ممنونم، خدا حفظتون کنم. زنده باشید. انشالله که توفیق بندگی و اطاعت خداوند رو در همه احوال زندگی داشته باشید. الهیان. انشالله خداوند این محرم و این عزاداری رو، این عاشورا رو آخرین عاشورای زمان غیبت قرار بده. الهی آمین. چه دعای قشنگی. الهی آمین. انشالله که این اتفاق بیفته به دعای خیر شما و نفس پاکتون. ممنون. ما جلسه گذشته در ادامه مباحث قبلمون رسیدیم به بحث زیارت. نکات خیلی مهم و تأمل برانگیزی رو فرمودید درباره موانعی که ممکنه برای ما ایجاد بشه برای رسیدن به آثار و برکات زیارت. هم نکات خیلی دقیقی رو فرمودید. یه اشارتی هم به بحث زیارت اربعین شد که حالا تو این برنامه اگر خدا بخواد و امام حسین خواسته باشن بیشتر ورود میکنیم، چون دیگه داریم میریم به سمت اینکه نقطه اوج بالاخره 2 ماه پیش رو در واقع آخر سفر همین بحث اربعین. عرضم حضور شما یه جمله ای فرمودین توی برنامه گذشته که من یه تلنگری بود به نظرم، یعنی یه چند لحظه اصلا بحث از دستم رفت، داشتم به همین جمله فکر میکردم. جلسه قبل فرمودید که
ما زیارت اربعین میریم، نمیریم جامعه شناسی، میریم زیارت. یه وقت فکر نکنیم بریم اونجا حواسمون پرت بشه که کی از کجا اومده، منشش چیه، روشش چیه، زندگیش چیه، این چیه، اون چیه، اینا حواسمون بریم، مثلا حواسمون پرت بشه بریم زیارت. یه ذره میخوام اینجا مکس کنیم. بعضیا میگن که زیارت اربعین انگار جنسش متفاوت از زیارات دیگه است. حداقل این زیارت اربعینی که الان ما داریم میریم و میرن، و حتی بهش میگن پیاده روی اربعین. اصلا حتی شاید لفظ زیارت هم براش مشایه. آره مشایه. حتی خیلی‌ها میرن اصلا به کربلا شاید نرسن، یه چند قدمی میرن پیاده روی میکنن، به هوای زیارت رو از دور سلام میدن و تو جو پیاده روی قرار بگیرن. خیلی ها اصلا حالا وقتی صحبت میشه، وقتی دیگرانی که رفتن هی تعریف میکنن، آقا بیا اونجا ببین، اصلا یه زندگی دیگه، شما یه دنیای دیگه میبینی، اصلا انگار این مردم از بهشت پا شدن اومدن اونجا، یه آدمای دیگه رو شما میبینید، تعاملات کلا متفاوت، رفتارها متفاوت، از خودگذشتگی ها، از چه اونایی که میرن برای زیارت و پیاده روی، چه اونایی که اومدن برای پذیرایی از اینا. هر دو طرف جنسا اصلا یه چیز عجیب غریب. و این ناخودآگاه تشریح و توصیف اون جامعه‌ای که اونجا شکل گرفته انسان رو ترغیب میکنه که من برم اونجا جامعه شناسی کنم اصلا، که این رو مقدمه‌ای بدانم از آن جامعه‌ای که قرار است بهش برسند همه دنیا. درست. از این حیث خیلی ها فوکوس و تمرکز میکنن رو بخش جامعه شناسی این موضوع. تبیین بفرمایید. درست که ما نفیش هم کردی. حالا نه، آره. شاید شما چیز دیگری رو نفی کردید. حالا میخوام همین توضیحات تکمیلی شما رو بشنوم که اگر احیانا برای کسی هم شبهه باشه، خلاصه یه قشنگ شفاف بشه. با یک مسئله شرعی هم بگیم، خوبه تو برنامه مسئله شرعی هم داشته باشیم. اگر یکی به نیت خنک شدن وضو بگیره، برای طهارت نه، وضو میگیرم که خنک بشم، وضوش طهارت نمیاره، باطله. همینطوره. حالا اگر کسی وضو گرفت ولی خنک هم شد، وضوش باطله؟ نه. به نیت قربت و طهارت گرفته، خنک هم میشه چون آب خنک و ریخته. یه وقت به نیت جامعه شناسی میرم، یه وقت به نیت امام حسین علیه السلام میرم، محشری رو هم میبینم، جامعه شناسی هم ایجاد میشود. نیتم چیه؟ کجا رو هدف گرفتم؟ اونی که برای نیت این رفتم برم ببینم چه خبره، درسته. اون آثار زیارت برش مترتب نیست. اون فرعه، اون مسئله است. اونم میشه نیت عبادیش کرد، اونم میشه درستش کرد. خوبه، ولی به نیت زیارت نیومده. زیارت امام حسین علیه السلام میرم، الهی شکر آشنایی با این مطالب چرا پیدا میکنم؟ اگر خواستم در تقویتش حرف بزنم بدونم چیکار بکنم، نقائصش رو حذف بکنم. مثل کسی که موکب میزنه اونجا برای امام حسین علیه السلام، برای زائرین داره این کارو میکنه، ولی هر دفعه اتفاقا دقت میکنه فلان زائرها از این کشور اومدن، از موکب من استفاده نکردن چون غذام تند بود، مثلا دفعه بعد یه مقدار مثلا فلفلشو کمتر میگیرم. این هم زائر شناسی میکنه ولی باز هدفش امام حسین علیه السلام، هدفش غذا فروشی نیست. جامعه شناسی به حیث مستقل که موضوعیت نداره اونجا، برای اینکه دفعه دیگه بهتر شود، برای اینکه بتونم روش حرف بزنم، برای اینکه شناخت پیدا کنم، بفهمم جامعه مهدوی یعنی چی. وقتی نگاه میکنی افراد دارن میرن، اصلا جهت فقط امام حسین علیه السلامه، تو حرف دیگری، زبان دیگری رو نمیفهمی، اصلا منافع مشترکی به معنی دنیایی ندارید با هم دیگه، ولی وقتی این ساکشون از دستش میفته بلند میکنی دستش میدی، اون تشکر کنه تو نمیفهمی چی گفت، تو هم تشکر خواهش میکنم تو هم اون نمیفهمه، ولی همو میفهمید. امانتدار هم دیگه هستید. میذاره اونجا، میخوای بری وضو بگیری، یه لحظه ساکت میسپری دست یکی دیگه، میری وضو میگیری میای، اصلا مگه میشناسی؟ اصلا هیچ ربطی به هم دیگه ندارید. یک جامعه دیگه اتفاق میفته. ولی هدف گفتم اون زیارت امام حسین علیه السلام، جهت گرفتن. اگر حضرت حجت بیان قسط و عدل پیش میاد، درسته؟ ظلم ها، ظلم مالی، ظلم اجتماعی، همه ظلم ها از بین میره. ما نگاه میکنیم اینا اثرات آمدن انسان کامل است. هر کی پول نیاز داشته باشه دست بکنه تو جیب کسی دیگه بخوره. اتفاقات رو داریم میبینیم. اگر من مثلا پول دیگه نیاز نداشتم، نیاز به حضرت حجت هم ندارم، بگم دیگه من پولدار شدم دیگه، حضرت میخواست بیاد که من فرق نکشم، واقعا همینه مثلا هدفمون از حضرت حجت؟ نه، او اگر بیاد
قنا پیش میاد، کما اینکه تو روایات ما این مسئله رو داریم، بی نیازی به معنی قنا پیش میاد، ولی هدف از حضرت حجت این نیست آخه. چرا علت رو میاریم تو علت متوسطه رو، علت قاییش رو تبدیل به علت متوسطه میکنیم؟ حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این مسئله رو در هر شود که صحیفه‌شون هم دارن، علت متوسطه و علت قایی توضیح مفصلی داره. میخوام بگم درک انسان کامل با اینکه نیازهای فردی و جسمی و حیوانی من تکمیل بشه، هر دوش هست تو اونجایی هم که میریم حاجت خواهی میکنیم، ولی زیارت هست، امام حسین علیه السلام هست، معرفت هست، بزرگ شدن است، شناخت است، تا اینکه من توی اون مشایع مثلا فلان مسئله هم داشته باشم، شناخت داشته باشم. یه جایی اصل مطلب حواس پرتیه که منافات داره. این اون جایی بود که گفتم حواستون باشه، حواستون پرت نشه. یه منتهایی داره خوام بگم. بسم الله. نمیدونم حالا قبل از اینکه بریم بگم یا بعد از که برگشتیم بگم. حالا میگم که شاید تو این فاصله هم مردم فکر بکنن. اونم که احساسم اینه که این زیارت با بقیه زیارت ها متفاوته. یعنی کسی که قدم در زیارت اربعین میگذارد، انگار که این در این زیارت فراتر از زیارت‌های دیگه فکر میکنه، میاندیشه، چیزایی که میخواد، چیزایی که دنبالشه، اون افق‌هایی که میبینه انگار نورانی تره، انگار که نمیدونم چجوری بگم. میدونی اینا رو احساس میکنم. چرا؟ به دلیل اتفاقاتی که در این زیارت و در مسیر این زیارت برای زیارت کننده و اون جمع زوار امام حسین میفته. انگار که یه تفاوت‌هایی داره و حالا باز این سوالمو کامل‌تر میکنم. ذره برگردیم بعد شما توضیح بدین با اجازهتون. بفرمایید. کسی که زیارت اربعین رو انتخاب میکنه میره، مثلا تو این سالهای اخیر شرایط سخت رو انتخاب میکنه، توی گرمای بالای 50 درجه میتونه با ماشین بره، میگه نه من باید پیاده برم، پیاده روی میکنه، حالا جای خواب درستایی باشه نباشه خیلی براش مهم نیست. یعنی دل به سختی ها میزنه میره و انگار دنبال یه چیز فراتر از نمیدونم زیارت های دیگه که تا حالا میرفته. تا قبل از این مثلا ما میرفتیم تو سال گذشته یه نیتی میکردیم گفتیم بریم زیارت و میرفتیم، حالا ممکن بود خیلی هم درگیر اون ظواهر بشیم تو تعبیر جلسات قبل شما، یه حاجتی داشته باشیم و اشکی بریزیم و امام حسین حالا من زیر گنبدم و اینجا دعا مستجابه برای بچه‌م، برای خودم، برای خونم، برای ماشینم، برای زندگیم، برای تحصیلم، برای فرزندم، برای همسرم و اینا، و بعدش یه نورانیتی و یه معنویتی رو بگیریم و برگردیم. توی این زیارت اربعین انگار دنبال یه چیزای فراتر از این هم هستیم. انگار که اون یه عبارتی هست تو زیارت اربعین، نصرتی لکم معده، انگار که اینجا یه نمود بیشتری داره تو این زیارت. من اومدم یاریتون کنم، من اومدم بگم پاکارتونم، اگه فرزندتون میخواد بیاد من هستم. اینجا این نمود بیشتری داره، به خاطر همین شاید ذهن و متوجه اتفاقاتی هم بکنه که داره میفته. احسن. بله. این زیارت خودش کیفیت‌های متفاوت، شدت و ضعف داره. مثل همراهی امام حسین علیه السلام چقدر چیز جالب و خوب و عالیه. اما این دو نوع همراهی رو ببینید، همراهی امام حسین علیه السلام در حج قبل از جریان عاشورا و همراهی امام حسین علیه السلام در روز عاشورا. هر دوشو کلمه همراهی به کار بردن، مثل اونجا که همه رو زیارت به کار بریم. اما نگاه می‌کنیم متفاوت هست. زیارت اربعین ارزش دیگری از علامات مؤمن، علامات مؤمن. بله یه فرقی میکنه. درست زیارت کربلا انقدر تو کامل و زیارات داریم، قرض بگیر برو، نمیدونم تو موقعیت‌های مختلف برو، با هر سختی هست برو، اینجور برات ثواب قرار داده میشه. پاک کنندگی و اثر استغفار داره، اثر پاک کنندگی داره، همه اینا بلا رو دور میکنه، عمر رو زیاد میکنه، رزق رو زیاد میکنه. بله معرفت آدم رو زیاد میکنه. اما راجع به اربعین یهو ادبیات عوض میشه. زیارت اربعین پس معلومه یه چیز ویژه است. روزه تو غیر ماه رمضان، روزه تو ماه مبارک رمضان، قرآن خوندن تو غیر ماه مبارک رمضان، قرآن خوندن تو ماه رمضان، یه آیش به اندازه یه ختم قرآن ارزش داره. بعد اصلا این که برای هیچ معصومی ما اربعین نداریم، به این معنا نه، پیغمبر خدا هم نداریم براش. ولی این مسئله هست، اون یه چیز خاصی اینجا زیارتش هم تاکید شده. تأکید. یعنی یک اثر متفاوتی هم روی شخص هم روی جامعه داره. از حیث شخصی جای خودش اون اثرات تکوینی که بالاخره داره، هر چیزی هر عملی داره، نماز و روزه ما هم این عمل و اثراتی روی ما داره، خدایی نکرده خطا و گناه همین اثرات رو ما داره.
این زیارت هست تو جای خودش رو داره، اثراتش تو اثرات اجتماعیش اینقدر خطرناکه برای خصم و دشمن که اینو بدون واسطه دارم تعریف میکنم براتون. از اعرابی که مثلا در زمان از یه استادی هم ما اینجا داشتیم که ایشون عرب عراق بود، برای من تعریف میکرد، گفت نمیدونی گاهی از بین نخلستان ها مخفیانه این زیارت اربعین رو انجام میدادن برای اینکه جمع نشه. حتی بعضیا من دیدم، حالا شبهه درست میکنم، بالاخره شیطنت ها پیش میاد که آقا این زیارت اربعین جدید درست شده، اصلا نبوده یه همچین چیزی. از بس در زمان ملعون صدام این رو جلوگیری میکرده تو این مسیر، حتی کشته میداده تو این مسیر، داره خیلی مخفیانه شبانه از بین نخلستان ها، نه تازه از تو جاده، اینی که دارم میگم با خودم از کسی که بی واسطه دارم میگم، اینجور مخفیانه ما این کار رو انجام میدادیم که متوجه نشن ما این مثلا مسیر رو رفتیم. یعنی میداند این یک قیام است، این یک خطری برای ظلم داره. عالم هم الان داره اینو میبینه. اگر نصف این، نه یک دهم اینم تو دنیا یه همچین خبر جمعیتی بشه، بازتاب خبریش رو این خبرگزاری عالم داغون میکنن، همه همدیگر رو نمیدونم پوشش میدن بیاین بازتاب خبری، اما چقدر سعی میکنن اینو مخفیش کنن، کوچیک جلوه بدن، نگنش تو دنیا. یه جایی داره اتفاق میفته. میدونی چرا؟ چون نگاه میکنی میبینی وسط جمعیت از آمریکا اومده، از اروپا اومده، از جاهای مختلف اومده، یهو مواجه میشه ما اصلا نمیدونستیم یه همچین چیزی هسته، یه همچین جای، مگه بشر یه همچین بلوغی هم دارد که به اینجا برسد؟ او بلوغ بشر رو یه تعاریفی ازش کردن، اربعین ضربه مستقیم است به دنیا طلبی دنیا خواهان، به پست‌های دنیا پرست، به تفکر دنیا پرستی. اون آخر سر یک کتابی درست میکنه برات، اسمش هم میذاره کتاب گینس، افتخارات آدم‌ها رو هم توش می‌نویسه، ناخونشو بلند کرده 1 سال نگرفته، نمیدونم یه پرتقال رو با دماغش هل داده. دیدم اینا رو توی کتاب، الان دیگه اینترنت، یه دقیقه عزیزان ما نگاه بکنن افتخارات کتاب گینس رو همشو میتونن پیدا بکنن. اون داره اینجوری دنیا رو تعریف میکنه. یهو زیارت اربعین رو میذاری وسط، میگه جاییست که کمال انسان ها رو به سوی خدا میرن، تفاوتی نداره مال چه نسلی هستن، پیر مرد بچه از وایساده. اینی که تو میگی تفاوت نسل ها، بیا نگاه کن ببین، درک دارن نسبت به هم دیگه. بچه‌ها داره دیگه تعارف کنه، پیر مرد میبینتش اشک میریزه، روزه به این فاصله 60 سال سنیه. تفاوت نسل ها چیه؟ تفاوت قومیت ها چیه؟ بیا نگاه کن ببین، سیاه و سفید نداره، طرف همینجوری دستش درازه بگه التماس میکنه. اصلا مالیت و نمیدونم پیشفرض سرمایه داری چیه؟ طرف چه فقیر و سرمایه دار کنار هم دیگه دارن راه میرن، اونم تمام زندگیشو گذاشته رو اون میز چیده، التماس میکنه بیا. خرید و فروش دنیا بر اساس تجارت و بیزینس هست چیه؟ دنیا بر اساس فداکاریه. نگاه میکنه همه ی قاعده هایی که چیده بود اینجا به هم ریخت. میدونی این چه خطری داره؟ میدونی این برای نظام فکری که چیده، برای پست کردن انسان، پایین آوردن انسان، این نظام فکری که یه همچین چیزی هم هست، این هیهات من الذل است. این چیزیه که فهمیده نمیشه. اگر این باشه و این نشأت بخواد، این فریاد بخواد جاهای مختلف پخش بشه، دودمانشون رو به باد میده. لذا باید این مسئله رو مخفیش کنه، نباید نسبت بهش شور و فتوری توی عالم دیده بشه. البته از خود زمان امام حسین علیه السلام این کاری کردن نشده، برعکسش همیشه به فضل خدا بیشتر هم میشه. انشالله امید داریم انشالله که به دست مبارک حضرت حجت یه روزی بیاد این مسئله کلید این رمزها باز بشه. آره به خدا چجوری اینها رو قرار داد مقدمه برای مسئله ظهور. خیلی داره که وقتی نگاه میکنن دوران غیبت طولانی میشه، بعضیا میگن اگه بود میامد، نیست که نیومده، کشته شده. روایت اینا که دارم میخونم اصول کافی باب حجت اونجا میتونی پیدا کنی. اصلا دل بریده میشن. اینا رو نگاه بکنید، دوباره دل زنده میشه آدم. مردم یا لسارات الحسین بدان. اینم عرض میکنیم به مهدی فاطمه عجل الله تعالی فرجه الشریف، آقا ما عقلمون نمیرسه، خودمو دارم میگم، ولی اینایی که میبینیم همچین ادعایی داریم، همچین خدایا من حسین را دوست دارم، سربازی هم خودش ادعای بزرگیه، ولی اینا با محبت اومدن. اینایی که میبینیم اومدن، خودت کمک کن عاملم باشیم، سربازم باشیم، ثبوت قدمم داشته باشیم. یه وقت پیش نیاد مولای ما یه وقت اومد گفت هل من ناصر ینصرنی؟ توی روایت داره فرتفعت اصوات النساء بالعویل،
زن و بچه ها فریاد زدن وقتی امام حسین علیه السلام این رو گفت. میدونید مال چه موقعی که جواب نیومد. الان نگاه کن یه 40 میاد، سیل جمعیته که داره راه میفته، تازه میگن آقا همه تو یه روز نرید چی است. خیلی ها میرن تو حرم نمیتونن برن، شنیدید احتمالاً تو حرم نمیتونن برن، میان بر میگردن. آقا جان رحم کن، خدایا رحم کن و از ادامه غیبت حضرت و حجت صرف نظر کن. الهی داشت. یاد اون فرمایش امام حسین شب عاشورا افتادم که فرمودن بعد از که بشارت بهشت دادن به یارانشون، فرمودن بعد از واقعی که برای ما اتفاق میفته ما تا موقعی که خدا بخواد صبر میکنیم، مکث میکنیم و بعد زمانی که قائم ما قیام کنه ما هم بیرون خواهیم آمد از قبرها و اینها و نظارگر انتقام کشیدن او از ظالمان خواهیم بود و چه بد عذابی در انتظار اونهاست. به تعبیر شما الله خدا کنه ما هم باشیم و انشالله در جای درست تاریخ الان ایستاده باشیم که اون موقع بتونیم تو لشکر حضرت خدمت بکنیم. خیلی استفاده کردیم. سلام. اجرتون با حضرت مهدی. ممنونم از لطف. امنی نداریم. عاقبت به خیر باشین ان شاءالله. یا علی یا علی. در غمت من سرور میبینم. مگه میشه؟ عرض میکنم یا ابا عبدالله در غمت من سرور میبینم، من فرج را نه دور میبینم، از نجف تا به شهر کرب و بلا جاده ای تا ظهور میبینم. اللهم اجل